مخازن فلزی یا پلی اتیلن، مزایا و معایب هر کدومشون چیه؟ تو این قسمت قصد داریم کامل راجع به این موضوع صحبت کنیم. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان همیشگی. در سالهای گذشته برای ذخیره آب از مخازن فلزی استفاده میشد که به مرور زمان جاشون رو مخازن پلی اتیلن دادن. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ اولین دلیل و شاید مهمترین دلیل این بود که بهداشت مخازن پلی اتیلن در سطح بالاتری از مخازن فلزی قرار داشت. ما توی مخازن فلزی مسئله زنگ زدگی، بو گرفتن آب و تغییر طعم آب رو داشتیم که خب داخل مخازن پلی اتیلن به دلیل خاصیت فود گرید بودن این اتفاق نمیفته. مسئله بعدی که مصرف کننده رو به سمت مخازن پلی اتیلن کشوند این تنوع و اشکال متفاوت مخازن پلی اتیلن بود. خب ما تو مخازن فلزی فقط حالت افقی و عمودی رو داشتیم، ولی توی مخازن پلی اتیلن میشه گفت تقریبا برای هر فضای مرده ما میتونیم یه قالب پیدا کنیم، میتونیم یه مخزن پیدا کنیم و کارم خیلی راحت تر شده. یکی از معایب مخازن فلزی همین وزن سنگین و عدم سهولت جابجایی اونا بود که خب حالا ما تو مخازن پلی اتیلن وزن سبکی داریم، راحت میتونیم جابجا کنیم. این سهولت حمل و نقلش هم باعث شده که استقبال زیادی از مخازن پلی اتیلن بشه. ویژگی آخری که میخوام بهش بپردازم مزیت قیمتی مخازن پلی اتیلن که خب نسبت به مخازن فلزی خیلی به صرفه تر. و در آخر اگر قصد خرید مخازن پلی اتیلن یا کسب آگاهی تو این زمینه رو دارین با ما همراه باشید.